باری دیگر سلامی بامدادی ما را بپذیرید بینندگان گرامی. منظورتان از صبح بروقت از برنامه فرهنگی و فراغتی صبح دوشنبه. عالم در جای نمی ایستد. با چرخ زدنش تشویش و تلاش های زندگی نیز در تکاپو هستند. هرچند کوشش های به دست آوردن لجام حیات را کنیم، همانقدر روانمان ناآرام می شود. به خصوص در فصل تیر ماه که غیر از زیبایی های طبیعت باز به باریدن باران، دیدن خزانریز آزرده خاطر نیز می شویم. از این لحاظ به استودیو دعوت نموده ایم دکتر روانشناس محمود کبیری را. خوش آمدید به برنامه بامدادی صبح دوشنبه. سلامت باشید. خب چون فصل تیر ماه هست، میگفتید که آمدن یا رفتن فصل سال بر روانی ما تاثیر رسانیده میتواند یا نه؟ انسان جزء از طبیعت است و البته طبیعت به او اثر دارد و انسان هم در برابر خود به طبیعت هم اثر میکند. ما اگر این آدم رو بگیریم، از 4 عنصر ساخته شده است: آتش، هوا، آب، خاک و یک ذره آفتاب در آدم است، یک قطره آب دنیا هست، یک مشت خاک است و یک نفس که از هوا میگیریم. برای همین هر یک این اثر دارد، هر یک این تاثیر دارد و یکی از قانون‌های هستی انسان این نزدیک بودن به طبیعت است و وقتی که انسان به طبیعت نزدیک میشد، باز زندگی او خرمتر، گواراتر، سبب عمر درازی، خوشبخت بودن و حاصل شدن داروهای لازمه می شود. خب فصل تیر ماه چه نازکی هایی را در خود نهان کرده است که بیشتر بر روانی انسان تاثیر می بخشد؟ ما اگر نظر کنیم از روی نقطه نظر طبی کلاسیکی تاجیک که اساسگذاری او ابوعلی ابن سینا هست، ما با نظریه مجاز می توانیم که بفهمانیم این چیز را، چون که تیر ماه خودش مجازی سرد و خشک دارد و با انسان به همین مجاز تاثیر می رساند. بعضی آدم ها می توانند دوست دارند تیر ماه را اگر که مجازی آنها گرمی نم باشد و بعضی آدم ها در تیر ماه خود را ناراحت حس کنند، سببشان که آنها مجازی سرد و خشک دارند و هستند کسانی که مجازی گرمی خشک دارند که نسبتاً به آنها تاثیر می رساند، چون که خشکی رطوبت را میبرد، آب کم می شود، خون غوص می شود و گردش خون کمتر ناراحت می شود. این البته چیزی که طب کلاسیکی تاجیک می گفتن، امروز طب حاضر زمان همون چیز میگویند ولی اصطلاحش دیگر است. مثلا ما میدونیم که تیر ماه تاثیرات دارد به تارهای عصبی پاراسیمپاتیکی آدم و بعضی بیماری هایی که خروج میزنند از همین حسابند و ما میدونیم که انسان باز در خون خود pH یک محیط دارد که آن را pH میگویند و به آن هم اثر میرساند و سبب رخ زدن بعضی بیماری های موسمی میشود. ما میدونیم که بعضی بیماری ها هستند که موسمی هستند. خوشبختانه طب حاضر زمان چنان کرده است که قریب که از این بیماری های موسمی آثاری نمانده. اون نفرانی که در تیر ماه کمی آزرده خاطر میگردند و مشکلات ها رو بیشتر به خود قبول میکنند، چه توصیه میدید همچون روانشناس؟ ما بیایید به فصل تیر ماه نگاه کنیم. خودی یک سالی که ما میگذرانیم، این یک روزی کیهان آسمان یکم است. چون که ما سحر داریم و گوییم که پیشین شام و شب داریم، همین طور در گردش زمین در اطراف آفتاب همین چیز دیده میشد و این یک روزی کیهانی آسمان یکم حساب میشد. و اکنون تصور کنید که آدم چه خیل میشد، چون سحر میخیزد چه خیل هست. بعضی ها هستند که آنها هنگام صبح خستن نهایت لنج هستند. اینها کسانی هستند که بیشتر آنها فعال هستند در شب و آنها شب تولد شدند. کسانی هستند که روزانه تولد شدند و باز اگر سحر آنها نهایت فعال هستند و چون بیگاه می شود تیز مانده و خسته میشن، خواب میروند. اینها خواب رویشان بسیار تیز است، خستنشان هم بسیار تیز است و باز آدمانی هستند که برعکس است. در هر دو حالت بعضی نفر دیگر هست که در هر دو حالت خود را راحت احساس میکنه. اینها دارای گویم که طبیعت معتدل اگر باشند، اینها هم 10% آدمان روی زمین طبیعت معتدل دارند، ولی دیگرانی که 90% هستند، اینها باید با واسطه مشق‌های مخصوص
غذاها، رعایت تنظیم کار و خواب و دمگیری توانند که نظمی که سلامتی خود را نگه دارند. نباشد به اینها هم چی همه وقت تاثیر میرسد. عموما کسانی که سن سالشون رفته است و از آن حساب که ما گفتیم یک شبانه روز کیهان است، اکنون بگاهی یعنی همین روز تیر ماه است. انا بگاه چه خیلی اثر دارد. بعضی آدم ها در بگاه فعالند و دیرتر خواب می روند. اینها نظمشان ویران است. اینها باید نظم درست کنند تا اینکه شب درست خواب روند. اینها 2 ساعت از نظمی طبیعت قفا ماندگی هستند و کسانی هستند که در بگاهی حالت آرامی در آنها فرا می رسد و همینطور در تیر ماه. در تیر ماه انسان آرامتر است و وقتی که مسئولیت زیادتر می شود در آن وقت عصبانیتی آنها دیده می شود و این نظم کاری که ما میگوییم که از سپتامبر کار میکنیم، این نظم اساساً نظم اجتماعی کاری که در جمعیت ما است اساساً از اروپا به ما آمده است و این البته به مجاز مردم شرق آنقدر راست نیست و برای همین بعضی ناراحتی ها مردم ما حس میکنند. مثلا در اروپا یا که مملکت های شمال زمستان وقتی خنکی میشد سیریشت فعال میشود، داروهای حاصل میشوند که مبادله ماده ها را میتیزانند، بدن را گرم میکنند و در ما برعکس بود. در این حالت بیشتر آدمان مثلا دم میگرفتند و آنها تابستان رو برای راحت برای کارهای دیگر صرف می‌کردند. در ما تابستان وقتی که فعالیتی که مردم ما بود. برای فکر میکنم که در آینده چون علمی مخصوصی هست که بیوریتمولوژی هست، می آموزد نظم های انسان ها را، طبیعت را، من فکر میکنم که این زمان هم فرا میرسد و ما کار خود را، زندگی خود را موافق همین طلبات های علمی میکنیم. ولی به هر حال که حالا چنین هست ما باید بدانیم که تیر ماه با ما اثرهای گوناگون دارد. یکی از این اثرهاش این رنگ تیر ماه است. یکی از این اثرهاش این که شام فصلی کیهانی بودنش هست. دیگر تاثیراتش البته این گویم که آخری پیش از خواب رفتن طبیعت است که به سرشت انسان هم تاثیر می‌رسد. دیگرش این خون داشتن حاصلی زندگی هست که یا که حاصل کشت و کاری که میکنن و انسان هم حاصل کشت و کاری خودش رو، یعنی که خیلی در جمعیت ما هست حسابات میسپرند و از پیان میشن که نقشه ها رو بود کنند، همه این اثر دارد و در حالتی که انسان مشق‌های روانی مخصوصی میکند یا اینکه وقتی خود را تنظیم میکند بیشتر حالتهای آرامی را به دست میارد، احساسات خود را به دست میگیرد، فکرهای خود را سمت میدهد، ممکن است که برطرف ساخت همه اثرات منفی تیر ماه. خب آن همون رنگ‌های زرد برگ‌ها چی تاثیر میرساند بر روحیه کس؟ هر یک رنگ این غذایی است برای معده سر، بدون اون که اثرات روانی و دیگر زیبایی و استتیکی و طبیعی میرساند، باز غذایی هست. مثلا رنگ سرخ احساس آدم را غذا میدهد، احساس را بیدار میکند. مثلا خون عاشقان ریختی گفته یعنی که خون است به سرخی و مهر و محبت میگفتن، یا که جنگ را ببینید احساسات هست که بعضن این چیزها هم هستند، یعنی تاثیراتی انگیزاننده دارد. کبوتی آرامی میارد، سبز این انکشاف است، ولی رنگ زرد تاثیرات به عقل دارد، عقل انسان را انگیزه میدهد و در همین وقت میتواند که انسان احساسی شود، چون که دائم که دنیا رو با عقل و چیزهای منطقی نگاه میکند احساس فشرده میشد و میتواند که بعضا حالتهای انگیزه های کوتاهی احساسی به مانند غضب، به مانند قهر کردن، تیز خفه شدن، رشک کردن، محبت کردن پیدا شدنش ممکن است. ولی همش در مدتی کوتاه هست البته. در یک مدت معین. چون هستن آدمانی که حتی با کمترین تیره شدن آسمان زود رو افتاده میگردند. ما این چیز رو البته در جمعیت خود دیدیم، خیلی خواطر هم هستیم. از حساب که یک خنکی کمتر سخت‌تر کند سست میشود، رفتن کار، تبابت کردن، آموزش و همه چیز سست میشود. یا که یک گرمی سخت کند، یا اینکه گوییم که بعضی حادثه واقعه هایی که از طرف طبیعت میشوند
یک تاثیراتی احساسی روانی میرساند. ما برای مثال بیاید انگلیا رو گیریم. انگلیس ها در یک سال 6 ماه باران است. یا که ما فنلاندیا، نروژ یا که شویتزر رو گیریم. 6 ماه در آنها زمستان است و باز بعضی از همین دولت های شمال 6 ماه شب است، 6 ماه روز. یعنی که نگاه کنید به این نگاه نکرده آنها توانستند که یک حالت آرامی هم روانی هم اجتماعی خود را خواهند. برای این بعضی کارها رو کردن لازم است. در همون حالت هایی که حادثه ها میشن، مثلا خزان میشد، باران میشد، یک واقعه خنکی گرمی میشد، از آن جمله واقعه حادثه که در تیر ماه هست، مثلا تیره شدن آب و هوا، خزان ریزی سخت، شمال های بسیار باران های شدت دار. در این وقت انسان باید این چیزی طبیعت را قبول کند همچون یک حادثه ای که در طبیعت می شود و اگر این را قبول کند آن وقت عکس العمل باطنی او نسبت به این حادثه دیگر می شود. ولی وقتی که با دیدی ضدیت نگاه می کند سرشت او مطابق نمی شود با آن حالتی که در اطراف او شده ایستاده است و سری دیگری که انسان زنده میماند در حیات این مطابق شدن با آن چیزهایی که در اطراف انسان هستند، از آن جمله مطابق شدن آدم با فصل تیر ماه و همه حادثه و واقعه هایی که در اون میشوند. این روش مطابق شوی امکانات میدهد که داروهای خود بدن گرمون های مخصوصی هستند حاصل میشن که روش مطابق شوی و مراسای انسان را به محیط درست کند. و البته از طرف دیگر در همین وقتها طلبات کارخانه ها، طلبات مؤسسه ها نسبت با آن چیزهایی که در مسئله کار است، حتی طلبات پدر و مادر هم کسانی که مسئولیت دارند نسبت به این یا آن کار باید سخت‌تر شود که این عادت شکسته شود. این عادت از ما آمده است، حتی که ما یاد داریم که وقتی باران میشد ما تگ کرپه کرده خواب میرفتیم. این از پیشینه عادت‌های پیشینه با آمده است که در جمعیت حاضره ما که امن است، یعنی که امکانات زیادی فعالیت کردن انسان ها در جمعیت ما هست، خطر کمتر هست. این یک چیزی هست که حالا با ما لازم نیست، یعنی که عکس العمل ناخوب با حادثه و واقعه هایی که در تیر ماه میشن. و از همه عجیبش ما یک کارکردهای مشق‌های روانی کردیم که اگر انسان آنها رو در روش زندگی خود استفاده برد میتواند که تیر ماه را نه تنها قبول کند بلکه دوست هم دارد با همه آن شکست و ریزی که در آن است. خب برای بینندگان تلویزیونی دوشنبه و مخلصان برنامه صبح دوشنبه چه توصیه میدهید تا آنها هر صبح با خنده و با یک تبسم ملیح از خواب برخیزند، یعنی روز رو پیشواز گیرند؟ درست است. با فکر میکنم بیننده گرامی اگر هر صبح را از شکرانه از آن تنجی و امانی که ما داریم که مردم ما فلسفه شکر را بسیار خوب درک کردن، از آن که مشق روانی و مشق روحی و مشق جسمی کرده خود را بر روز تیار کرده، نهاری خورده، یکدیگر را با آغوش و با نیت های نیک و تبسم گسیل کرده به کار و امیدی پیشروی کار کرده و نیتی کرده که به مردم خدمت کنند و در صلح و ثبات و آبادی وطن سهم خود را گذارند و آنکه باز بگاه به خانواده خود برگردند و باز یکدیگر را با آغوش بگیرند. بینندگان عزیز، امیدوارم که صحبت امروز ما توانست تاثیر رساند بر روان شما. البته خوب خاطر رسان میشویم که برنامه بامدادی صبح دوشنبه البته ادامه دارد و مهمانی امروزه برنامه صبح دوشنبه بودند دکتر روانشناس محمود کبیری. خوش آمدید بار دیگر به برنامه بامدادی صبح دوشنبه و البته ما اهل ایجاد برنامه در کار و پیکار با شما برای کار و تمنا داریم. سلامت باشید.